سلام، خوش اومدی به اولین قدم از دوره طراحی برنامه غذایی. اگه بخوای یاد بگیری چجوری یه برنامه غذایی دقیق و علمی بنویسی، اولین چیزی که باید ته ذهنت روشن باشه اینه که اصلا چرا ما غذا میخوریم. هدف چیه؟ سیر شدن، لذت، عضله‌سازی یا چربی سوزی؟ خب همه اینا یه وجه مشترک دارن. بدن ما برای انجام هر کاری به یه چیزی نیاز داره به نام انرژی. انرژی یعنی چی؟ انرژی ساده بگم مثل بنزین برای ماشینه. بدن ما بدون انرژی نمیتونه هیچ کاری کنه. نه نفس میتونه بکشه، نه حرف بزنه، نه فکر کنه، نه حتی ورزش کنه. حتی وقتی داری بی حرکت دراز کشیدی هم بدن داره کلی کار انجام میده که به انرژی نیاز داره. قلبت داره میزنه، مغزت داره پردازش میکنه، عضلات در حال ترمیم هم، دمای بدنت باید تنظیم بشه، همشون نیاز به انرژی دارن. اما یه فرق مهم بین بدن و ماشین هست. ماشین فقط وقتی که حرکت میکنه بنزین میسوزونه، ولی ما 24 ساعت شبانه روز انرژی مصرف میکنیم، حتی توی خواب. حالا انرژی رو از کجا میگیریم؟ جواب ساده است، از غذا. غذاها مثل باتری‌های شارژی هستند. وقتی میخوریمشون داخل بدن میسوزن و انرژی تولید میکنن. اما نکته مهم اینه که ما باید بدونیم چقدر انرژی داریم وارد بدنمون میکنیم تا بتونیم رژیم رو مدیریت کنیم. اینجاست که میرسیم به اون کلمه معروف و بعضی وقتا ترسناک، یعنی کالری. کالری در واقع واحد اندازه‌گیری انرژیه. یعنی همونطور که طول رو با متر اندازه میگیریم، انرژی غذا رو با کالری میسنجیم. یه مثال ساده، فرض کن یه عدد موز حدود 90 کالری انرژی داره. یعنی اگه بدن تو بخواد 90 کالری بسوزونه، باید حدود 20 دقیقه پیاده روی معمولی انجام بده، بسته به وزن و شرایط. یا اینکه با انرژی اون موز میتونه بخشی از فعالیت روزانه تو انجام بده، مثلا بخشی از فکر کردن، نشستن، کار کردن با لپتاپ و غیره. حالا چرا این برای ما مهمه؟ چون اگه بخوای کسی رو لاغر کنی، باید مطمئن شی داره کالری کمتری وارد بدنش میکنه نسبت به چیزی که میسوزونه. ولی اگه بخوای وزنش رو بالا ببری یا عضله سازی کنی، باید بدونی کالری دریافتیش باید بیشتر از کالری مصرفیش باشه. پس همه چیز از درک همین کلمه کالری شروع میشه. فرق کالری و کیلوکالری چیه؟ یه نکته مهم هم اینجا بگم که بعضیا گیج میشن. تو برچسب مواد غذایی یا برنامه‌های رژیم ممکنه ببینی نوشته شده انرژی 250 KCL یا همون کیلوکالری یا 250 کالری. اینا با هم فرقی ندارن. در واقع اون سی یا همون کالری همون کیلوکالریه. ما برای ساده در شدن تو نوشتن و گفتارمون دیگه کیلوکالری نمیگیم، همون کالری میگیم. وگرنه از نظر علمی باید بگیم کیلوکالری، ولی ما برای بیان ساده میگیم کالری. یک کیلوکالری یعنی 1000 کالری واقعی تو داستان فیزیک بخوام بریم، ولی توی تغذیه ما همون کالری میگیم، یک کالری. خب فرق کالری و کیلوکالری چیه؟ انرژی یعنی سوخت مورد نیاز بدن برای همه فعالیت ها. غذاها منبع انرژی هستن. کالری واحد اندازه‌گیری انرژی غذاهاست. میزان کالری هر غذا مشخص میکنه چقدر انرژی ازش میگیری. مدیریت وزن، عضله‌سازی یا چربی سوزی همگی به بازی بین کالری ورودی و خروجی وابسته‌اند. تو بخش بعدی میریم سراغ این که این کالری ها از کجا میان، یعنی چی باعث میشه یه غذا کالری داشته باشه. اونجا دیگه وارد دنیای درشت مغذی ها میشیم، پروتئین و چربی و کربوهیدرات. خب بریم سراغ بخش بعدی. ماکروها چیستن؟ خب حالا که میدونی کالری چیه و چجوری به بدن انرژی میده، وقتشه با مهمترین منابع کالری آشنا بشی. اینا همون چیزایی هستند که بهشون میگیم ماکرونوترینت ها یا همون ماکروها، درشت مغذی ها. کلمه ماکرو یعنی بزرگ یا عمده، پس ماکرونوترینت ها یعنی درشت مغذی ها.
مواد غذایی که توی حجم زیاد مصرف میشن و اصلی ترین منبع کالری هستن. اینا 3 دسته اصلی دارن: پروتئین، کربوهیدرات و چربی. پروتئین مثل آجر ساختمونه برای بدن. همه چیز از عضله گرفته تا آنزیم ها، هورمون ها، مو، ناخن، حتی سیستم ایمنی به پروتئین نیاز داره. بدن ما از پروتئین برای ساختن، ترمیم و نگهداری بافتاش استفاده میکنه. مثلا بعد از تمرین عضلات آسیب میبینن و بدن برای ترمیمشون نیاز به پروتئین داره. هر 1 گرم پروتئین هم حدود 4 کالری انرژی تولید میکنه. منابع پروتئینی ما مثل چی؟ مثل گوشت، مرغ، ماهی، تخم مرغ، لبنیات، حبوبات، سویا و حتی پودرهای پروتئینی. تو رژیم کاهش وزن یا عضله‌سازی پروتئین نقش کلیدی داره، چون هم به حفظ توده عضلانی کمک میکنه، همین که باعث سیری طولانی‌تری میشه. درش مغذی بعدی کربوهیدرات هستش. کربوهیدرات همون چیزی که بهش میگیم سوخت فوری بدن خیلی راحت میتونه کربوهیدرات رو به انرژی تبدیل کنه. واسه همین وقتی ورزش میکنی یا فعالیت فکری زیاد داری، کربوهیدرات خیلی به کارت میاد. هر 1 گرم کربوهیدرات هم حدود 4 کالری انرژی بهت میده. کربوهیدرات ها توی بدن تبدیل میشن به قندی به اسم گلوکوز یا گلوکوز. این گلوکوز یا میره برای تأمین انرژی فوری یا اینکه ذخیره میشه توی کجا؟ توی عضلات به نام توی عضلات و کبد به اسم گلیکوژن. اوکی. منابع کربوهیدراتی ما مثل نون، برنج، سیب زمینی، میوه ها، ماکارونی، شیرینیجات، شکر، سبزیجات نشاسته، همه اینا منابع کربوهیدرات هستند. نکته مهم، همه کربوهیدرات ها مثل هم نیستن. کربوهیدرات ها 2 دسته دارن: ساده و پیچیده. کربوهیدرات ساده مثل شکر سریع جذب میشه و یه انرژی ناگهانی میده به بدن، ولی سریع همون انرژی افت میکنه. کربوهیدرات‌های پیچیده مثل جو، برنج قهوه‌ای یا نون سبوسدار دیرتر جذب بدن میشن. به همین خاطر هم انرژیشون پایدارتره، طولانی‌تر به بدن انرژی میدن. درش مغذی بعدی چربیه. برخلاف تصور خیلیا، چربی دشمن نیست. بدن ما به چربی نیاز داره برای ساختن هورمون‌هاش، جذب ویتامین‌ها، حتی ویتامین‌های آ، دی، ای، کا، همه اینا برای اینکه جذب بشن نیاز به چربی دارن. این ویتامین‌های مخلوط در چربی‌ها مثل این ویتامین‌های آ، دی، ای، کا که ویتامین‌های مخلوط در چربی هستن، فقط از طریق چربی وارد بدن ما میشن. باید چربی باشه در بدن ما که اینا جذب بشن و حتی برای تولید انرژی برای ما به چربی نیاز داریم. اما فرق مهم به چربی اینه که خیلی پرکالری تره. هر 1 گرم چربی حدود 9 کالری انرژی تولید میکنه، بیش از 2 برابر پروتئین و کربوهیدرات. منابع چربی ما چی هستند؟ روغن ها مثل آووکادو، مغز ها مثل بادام گردو، بادام زمینی، دانه ها، دانه چیا، دانه کتان، زرده تخم مرغ، لبنیات پرچرب، گوشت های پرچرب، اینا همه منابع چربی هستن. نکته مهم چیه؟ چربی هم 2 نوعه: چربی خوب یا غیر اشباع و چربی بد یا اشباع. چربی بد یا اسمای دیگهش اشباع که شامل اشباع و ترانس میشه. چربی های خوب یا همون غیر اشباع مثل روغن، چربی های گیاهی، روغن زیتون، مغزها، آووکادو. چربی های بد مثل روغن های صنعتی، فست فود ها، شیرینیجات های صنعتی. هدف ما توی رژیم اینه که بیشتر از چربی های خوب استفاده کنیم. خب بخش دوم چی گفتیم؟ گفتیم ماکروها، یعنی پروتئین، کربوهیدرات، چربی. همه کالری های رژیم از همین 3 تا تامین میشن. نسبت مصرف این ماکروها تو رژیم تعیین میکنه که بدن بیشتر عضله بسازه، چربی بسوزونه یا وزن نگه داره. و اینکه بریم سراغ بخش بعدی، نقش هر ماکرو در بدن. خب حالا که فهمیدیم ماکروها چی هستن، وقتشه بریم یه لول بالاتر. ما توی رژیم نوشتم فقط نمیخوایم بدونیم پروتئین و کربوهیدرات و چربی چند کالری دارن. ما باید بدونیم بدن با این ماکروها چی کار میکنه و چطور باید ازشون استفاده کنیم تا نتیجه‌ای که میخوایم، حالا عضله سازی باشه یا چربی سوزی، رو بگیریم. خب بریم سراغ پروتئین، نقشش در بدن و در عضله سازی و چربی سوزی. پروتئین نقشش در بدن چیه؟ پروتئین همون ماده ساختمونیه که بدن
باهاش خودشو میسازه. گفتیم مثل آجره، آجرهای بدنه. این آجرها رو میذاره کنار، این پروتئین ها رو بذاریم کنار هم، بدن ساخته میشه، ترمیم پیدا میکنه. بدن دائما در حال تخریبه و ساخت دوباره بافتاشه. چه عضله، چه پوست، چه آنزیم، چه هورمون، اینا هی دارن تخریب میشن، دوباره ساخته میشن، تخریب میشن، دوباره ساخته میشن. توسط کی؟ توسط پروتئین. حالا هرچی فعالتر باشی این روند شدیدتره و نیاز به پروتئین هم بیشتر میشه. حالا در عضله سازی، بدون پروتئین عضله ساخته نمیشه. تو وقتی ورزش قدرتی انجام میدی عضله ها رو تا حدودی تخریب میکنی و بدن برای ترمیم و قوی‌تر شدن و ساختشون قوی‌تر بشه، اونا رو دوباره بسازه، به پروتئین نیاز داره. اگه پروتئین کم باشه عضله نه تنها رشد نمیکنه، حتی ممکنه تحلیل هم بره. معمولا برای عضله سازی حرفه‌ای مقدار توصیه شده بین 1.6 تا 2.2 گرم پروتئین به ازای هر کیلوگرم از وزن بدنه. اما در چربی سوزی نقش پروتئین چیه؟ اینجاست که خیلی غافلگیر میشن. پروتئین توی چربی سوزی هم نقش طلایی داره. چرا؟ چون وقتی کالری رو کم میکنی بدن ممکنه به جای چربی بره سراغ عضلات رو مصرف کنه به عنوان انرژی. پروتئین بالا کمک میکنه بدن عضله رو حفظ کنه و بیشتر چربی بسوزونه. پروتئین همچنین باعث سیری بیشتر میشه و متابولیسم رو بالا نگه میداره و توی رژیم گرفتن خیلی کمک میکنه به شما. این شد از داستان پروتئین. حالا بریم سراغ کربوهیدرات، نقشش در بدن، در عضله سازی و در چربی سوزی. کربوهیدرات ها نقششون توی بدن چیه؟ منبع اصلی و سریع انرژی هستن. بدن ترجیح میده اول کربوهیدرات ها رو برای تامین انرژی استفاده کنه، چون مسیر این که به انرژی تبدیل بشه آسان‌تره. وقتی کربوهیدرات میخوری بدن اون رو تبدیل میکنه به چی؟ به گلوکوز یا همون قند. در واقع کربوهیدرات خودش قند پیچیده از چندین مولکول تشکیل شده. بدن میاد ریزش میکنه، تبدیلش میکنه به قندهای ریزتر تا بتونه به جذب سلول ها بشه و از سلول ها اون رو به عنوان انرژی مصرف کنه. خب داشتیم میگفتیم وقتی کربوهیدرات میخوریم بدن اون رو تبدیلش میکنه به گلوکوز. حالا اگه این گلوکوز اضافی بیاد، بدن نیاز اون لحظه به انرژی نداشته باشه، چه اتفاقی میفته؟ میره اون قند اضافی میره توی گلیکوژن، تبدیل میشه به گلیکوژن. کجاها؟ توی عضله ها و کبد. حالا اگه این عضله ها و کبد هم از این قند اضافی پر شد، به نظرتون بعدش کجا میره؟ تبدیل میشه به بافت چربی. اینجوریه که افراد چاق میشن. خب این شد نقشش در بدن. حالا در عضله سازی چه نقشی داره؟ اگه بخوای عضله بسازی، انرژی تمرین و ریکاوری خیلی مهمه. کربوهیدرات بهت سوخت میده برای تمرین سنگین و باعث میشه پروتئینی که خوردی برای عضله سازی مصرف بشه، نه برای انرژی. یعنی چی؟ یعنی اگه کربوهیدرات نخوری بدن ممکنه برای انرژی بره سراغ پروتئین و دیگه چیزی برای ساخت عضله نمونه. همچنین گلیکوژن عضلانی باعث میشه عضله ها پرتر و حجیمتر دیده بشن. این شد از عضله سازی. حالا در چربی سوزی چه نقشی داره؟ اینجا داستان دو پهلو میشه یکم. اگه کالری کل تو کنترل کنی، میتونی تو رژیم که کربوهیدرات داره هم چربی بسوزونی. ولی کاهش کنترل شده کربوهیدرات کمک میکنه که بدن بره سراغ سوزوندن چربی بیشتر، به شرطی که پروتئین بالا باشه. نکته: حذف کامل کربوهیدرات به ندرت لازم میشه. برای ما افراد نچرال و کسی که حرفه‌ای کار نمیکنه نیازی نیست اصلا کربوهیدرات حذف بشه. حتی توی چربی سوزی هم باید مقداری کربوهیدرات ما داشته باشیم، مخصوصا اطراف تایم تمرینمون. خب این هم از کربوهیدرات. بریم سراغ چربی. نقشش در بدن و عضله سازی و چربی سازی چیه؟ چربی نقشش در بدن چیه؟ چربی فقط یه منبع انرژی برای بدن نیست. چربی ها برای ساخت هورمون های بدن، مخصوصا تستوسترون و هورمون های جنسی کاملا ضروریه، خیلی نیازه. همچنین برای جذب ویتامین های مهم مثل ویتامین های محلول در چربی گفتم، آ، د، ای، کا.
برای جذب اینا خیلی مهمه و اینکه برای حفاظت از اندام‌های ما دور مثلا کلیه‌های ما چربی هسته تا مثلا ضربه خورد آسیب نبینه. دور اندام‌های مهم ما چربی هسته تا آسیب نبینه، به عنوان بافت محافظتی عمل میکنه. برای سلامت پوست ما ضروریه و حتی برای سلامت مغز. این شد نقشش چربی توی بدنمون. حالا در عضله‌سازی چه نقشی داره؟ در عضله‌سازی تستوسترون پایین یعنی عضله‌سازی سخت. اگه چربیت خیلی پایین باشه، سطح هورمون‌های آنابولیک پایین میاد و این یعنی عضله‌سازی کند میشه. پس یه رژیم عضله‌سازی هوشمند همیشه یه مقدار کافی چربی خوب داره. در چربی سوزی چی؟ اینجا بیشتر مردم فکر میکنن چربی بخوریم خب چرب میشه بدنمون، چون چربی خب با چربی بدنمون اضافه میشه. اما واقعیت اینه وقتی کالریت کنترل شده باشه، وجود چربی تو رژیم نه تنها مانع چربی سوزی نمیشه، بلکه میتونه کمک کننده هم باشه، به شرطی که چربی از نوع چربی سالم باشه، نه فست فود و روغن ترانس. چربی باعث سیری طولانی مدت میشه و سطح هورمون‌های کنترل گرسنگی ما رو کنترل میکنه، تنظیم میکنه. تو رژیم‌های با چربی کنترل شده ولی با کیفیت، خیلی از افراد راحت‌تر میتونن لاغر بشن. این هم شد از بخش سوم. یه جمع‌بندی هم از بخش سوم گذاشتم اینجا، خودتون میتونید پاس کنید، مکس کنید، بخونید، بعد بریم ادامه بخش‌ها و داستان مون ببینیم چیه. خب بریم سراغ بخش چهارم. میکرو مغذی ها یعنی چی و اینکه ویتامین ها و مواد معدنی چه اهمیتی دارن. تا اینجای کار یاد گرفتیم که غذاها انرژی تولید میکنن و این انرژی از ماکروها میاد. اما یه سوال مهم این وسط هست، اگه یه نفر فقط ماکرو بخوره، درشت مغذی بخوره، مثلا فقط مرغ و برنج و روغن، همه چیز اوکیه، بدنش سالم میمونه؟ جواب قطعا نه، چون بدن ما فقط با کالری و انرژی زنده نمیمونه. برای اینکه بدن درست کار کنه، از مغز، قلب گرفته تا عضله‌ها و سیستم ایمنی نیاز به یه سری مواد ریز ولی بسیار حیاتی دارن. اینا همونایی که بهشون میگیم چی؟ میکرونوترینت ها یا ریز مغذی ها. میکرو یعنی ریز، کوچیک. پس میکرو مغذی ها یعنی مواد غذایی که بدن به مقدار خیلی کم ازشون نیاز داره، ولی نبودشون میتونه کلی مشکل برای شما ایجاد کنه. دو دسته اصلی داره این میکرونوترینت ها یا میکرو مغذی ها: ویتامین ها و مواد معدنی. این ریز مغذی ها کالری ندارن، یعنی انرژی نمیدن، اما برای فعال شدن و درست کار کردن سیستم های بدن ضروری هستند. مثل سوخت بدون جرقه هیچ فایده ای نداره. تو یک 4 لیتری سوخت نفت داشته باشی ولی کبریت نداشته باشی، هیچ فایده ای برات نداره اون نفت. خب بریم سراغ ویتامین ها. ویتامین ها ترکیبات عالی هستن. این عالی یعنی توشون کربن داره. ویتامین ها ترکیبات عالی هستن که نقش مهمی توی متابولیسم یا همون سوخت و ساز، سلامت ایمنی، تولید انرژی، ترمیم بافت‌های بدنمون، عملکرد مغز و خیلی چیزهای دیگه دارن. اگه ویتامین نباشه، حتی پروتئین و کربوهیدرات و چربی هم نمیتونن درست استفاده بشن. چند نمونه از ویتامین های مهم: ویتامین A برای سلامت چشم و پوست، سیستم ایمنی. ویتامین D برای جذب کلسیم، سلامت استخوان‌ها، عملکرد عضلانی و ایمنی ما خوبه. ویتامین E آنتی اکسیدان که مثل آنتی اکسیدان ها میشه، محافظت از سلول ها میشه. ویتامین C تقویت سیستم ایمنی، ساخت کلاژن، جذب آهن. و ویتامین های گروه B مثل B1، B6، B12 نقششون چیه؟ درگیری توی تولید انرژی دارن، عملکرد مغز، خلق و خو و حتی ساخت گلبول‌های قرمز. کمبود ویتامین B12 باعث میشه شما همیشه خسته باشی، احساس افسردگی کنی و کمخونی داشته باشی.
کمبود ویتامین دی میتونه باعث درد عضله، ضعف و حتی اختلال در ریکاوریتون بشه. این شد از داستان ویتامین ها. حالا بریم سراغ مواد معدنی. مواد معدنی عناصر غیر آلی هستن، یعنی توشون ما کربن نداریم که تو ساختار بدن مثل استخوان، دندون، خون یا عملکردهای حیاتی مثل ضربان قلب، انقباض عضله، انتقال پیام‌های عصبی بدنمون و تعادل آب و الکترولیت ها نقش دارن. چند تا ماده معدنی مهم بخوام بگیم مثل کلسیم برای ساخت استخوان و دندان و انقباض عضله ضروریه. مثلا آهن برای حمل اکسیژن توی خون ضروریه، جلوگیری میکنه از خستگی. منیزیم چی؟ منیزیم عملکرد عضله، ریکاوری و آرامش عصبی ما تاثیرگذاره. و اینکه مثل پتاسیم برای کنترل فشار خون، انقباض عضله، یا اینکه زینک یا همون روی برای بهبود زخم، سیستم ایمنی، ساخت هورمونامون، سدیم برای تعادل آب و الکترولیت‌ها و تنظیم فشار خونمون، سلنیوم برای مثلا آنتی اکسیدان‌ها سلامت تیروئید. این چند تا از انواع مواد معدنی بود و فوایدشون بهتون گفتم که آشنایی باشون داشته باشین. حالا چرا ریزمغذی‌ها توی طراحی رژیم مهمن؟ خیلی‌ها فکر میکنن رژیم فقط بازی با کالریه، ولی تو به عنوان کسی که میخوام رژیم اصولی بنویسی باید بدونی که اگه پروتئین، کربوهیدرات رو درست بچینی ولی ویتامینات کم باشن، بدن تو درست کار نمیکنه. عضله سازی، ریکاوری، چربی سوزی همه وابسته‌اند به عملکرد درست متابولیسم. باید بدن درست سوخت و ساز کنه که به ویتامین ها و مواد معدنی این سوخت و ساز بدن تو وابسته. خستگی، ریزش مو، ضعف، کرامپ عضلانی، همون یفه عضله بگیره اصطلاحاً، گرفتگی عضله، حتی بی انرژی بودن یا بی‌حوصلگی ممکنه فقط به خاطر کمبود یه ریز مغذی کوچیک باشه. خب چطور ریز مغذی ها رو تامینشون کنیم؟ رژیم غذایی متنوع راه حلش اینه. یه رژیم غذایی متنوع داشته باشیم که شامل سبزیجات رنگی باشه با رنگ‌های مختلف، میوه باشه، آجیل و دانه ها داشته باشه، لبنیات داشته باشه، گوشت و ماهی داشته باشه، غلات کامل داشته باشه مثل جو، نان سبوسدار، گاهی مکمل ها، فقط در صورتی که کمبود یا با تجویز پزشکی از مکمل ها استفاده کنید. کمبود شما که حتما باید آزمایش بدیم متوجه بشین. خب پس یادت باشه هدف یک رژیم اصولی این نیست که فقط وزن کم کنه یا عضله بیاره، بلکه باید بدن رو از نظر درشت مغذی و ریز مغذی کامل اون رژیم تامین کنه. خب جمع‌بندی کنیم بخش چهارمو. منابع گفتیم، ویتامین، ریز مغذی ها گفتیم یا ویتامین یا مواد معدنی، نقششون رو در بدن هم اینجا نوشتیم گفتیم. منابع که میتونید ازشون دریافت کنیم من براتون توضیح دادیم اینجا. یه لحظه مکس کنین بخونین. بریم سراغ بخش بعدیمون. بخش پنجم، چگالی کالری و ریسیر کنندگی غذاها. خب فرض کن 2 نفر هستن که هر دو دارن رژیم میگیرن، هر دو دقیقاً روزی 2000 کالری مصرف میکنن، ولی یکیشون همش گرسنه است، یکیشون کل روز حس سیری داره و انرژی داره. چرا؟ چون نوع غذاهایی که میخورن با هم فرق داره. اینجاست که دو مفهوم میاد وسط: چگاری کالری و داستان سیر کنندگی غذاها. خب چگالی کالری یا کالوریک دنسیتی یعنی چی؟ چگالی کالری یعنی مقدار کالری که چگالی کالری یعنی مقدار کالری که در هر گرم از غذا وجود داره. به زبان ساده یه غذای پرچگالی کالری یه غذایی که از نظر کالری پرچگاله، یعنی مقدار کمی از اون غذا کالری زیادی داره. حالا یه غذای کمچگالی کالری یعنی یه غذایی که از نظر چگالی کمچگاله، کالریش کمچگاله.
یعنی حجم زیادی از اون غذا رو ما بخوریم بازم مقدار کالری کمی به ما میرسونه. حالا یه مثال بزنیم. 100 گرم چیپس حدود 500 کالری داره. 100 گرم کلم بروکلی حدود 35 کالری داره. چیپس یک غذای پرچگال کالریه، ولی کلم بروکلی یه غذای کمچگال کالریه. اوکی، جا افتاد قشنگ؟ یعنی اگه یه نفر بخواد با چیپس سیر بشه باید کلی کالری بخوره، ولی با حجم زیادی از بروکلی کالری خیلی کمتری شما دریافت میکنه. خب حالا چرا این مبحث چگالی کالری مهمه؟ چون مستقیما روی سیری، میزان پرخوری و در نتیجه موفقیت یک رژیم غذایی اثر میذاره. تو رژیم چربی سوزی باید کالری کمتری به بدن برسونیم، ولی نمیخوایم که فرد گرسنگی بکشه یا انرژیش پایین بیاد. اینجاست که غذاهای کمچگالی کالری خیلی به کار میان، چون حجم میدن، حجم زیادی از غذا ما دریافت میکنیم، احساس سیری زیادی میکنیم و در این حال کالری کمتری دریافت میکنیم. برعکس تو رژیم های افزایش وزن برای یک نفر که اشتها نداره ممکنه بخوای غذاهای پرچگالی کالری استفاده کنی تا راحت تر بتونه به اون مقدار کالری که مورد نیازشه برسه. این شد از داستان چگالی کالری. حالا میرسیم به بحث سیر کنندگی غذا. این یعنی چی؟ سیر کنندگی یعنی توانایی یک غذا در ایجاد حس سیری و رضایت بعد از خوردن. غذاهای سیر کننده باعث میشن که فرد دیرتر گرسنه شه و کمتر دنبال پرخوری بره. اما این نکته مهم، سیر کنندگی فقط به چگالی کالری مربوط نیست، بلکه به عوامل مختلفی هم وابسته. مثلا عوامل موثری که در سیر کنندگی غذا موثرن: مقدار فیبر باعث میشه غذا دیرتر از معده تخلیه بشه. یعنی چی؟ یعنی دیرتر تو گرسنه میشی. منابعی که فیبر زیادی دارن: سبزیجات، میوه ها، جو دوسر، حبوبات، نان سبوسدار، اینا باعث میشن شما دیرتر گرسنه بشی. دوم، مقدار پروتئین یکی از سیر کننده ترین ماکروهاست. غذاهای پروتئینی باعث ترشح هورمون‌های سیری میشن و جلوی پرخوری رو میگیرن. از دیگر عواملی که مؤثر در سیر کنندگی غذا، حجم غذاهایی که آب یا هوای زیادی دارن باعث پر شدن معده میشن بدون اینکه کالری زیادی وارد کنن، مثل سوپ، سالادها، میوه‌های آبدار مثل اندونه و پرتقال. چهارم، مقدار چربی هم میتونه سیر کننده باشه، ولی چون کالری بالایی داره باید با دقت ازش استفاده کرد. و پنجم، شاخص گلایسمی یا جی آی. غذاهایی که قند خون رو سریع بالا میبرن مثل نون سفید یا برنج سفید سریع هم گرسنگی به شما میدن، ولی غذاهایی با جی آی پایین مثل جو، نون سبوسدار یا عدس انرژی پایدارتری میدن و سیر کننده ترن. خب بریم سراغ بحث ترکیب چگالی کالری و سیر کنندگی که به ما یک طراحی رژیم هوشمند میده. توی رژیم کاهش وزن خب باید بیشتر از غذاهای کم چگالی و سیر کننده استفاده کنیم، ولی تو رژیم حجم ممکنه نیاز باشه غذاهایی با چگالی کالری بالا و حجم کمتر استفاده کنیم، مثل مغزها، روغن زیتون، برنج پخته شده یا برنج پخته شده با روغن. یه مثال بزنیم. غذا یک عدد سیب، یک عدد کوکی که همون کلوچه بیسکویت میشه. خب یک عدد سیب 80 کالری داره، یک عدد کوکی هم 80 کالری داره، اما میزان سیری چون که سیب فیبر زیادی داره و آب زیادی توش داره بسیار سیر کننده تره از کوکی که قند بالایی داره و فیبرش صفره.
به خاطر همین کمتر شما رو سیر میکنه. هر دوشون 80 کالری دارن ولی اثرشون روی اشتها کاملا متفاوته. خب نکته پایانی برای این بخش، وقتی داری رژیم طراحی میکنی باید فقط به عدد کالری نگاه نکنی، باید ببینی اون کالری از چه منابعی تامین میشه. غذاهایی که نوشتی آیا سیر کننده هستن؟ آیا فرد با اون رژیم گرسنگی میکشه یا میتونه دوام بیاره؟ اگر رژیم از نظر چگالی کالری و سیر کنندگی هوشمندانه طراحی بشه نتیجه بهتری میگیری، ریزش کمتری داری، ریزش عضله کمتری داری، ماندگاری بیشتر، تداوم بیشتری داری. خب بریم سراغ بخش ششم فصل اول، تفاوت کالری دریافتی با کالری مصرفی. ببین اگه بخوای یه رژیم اصولی طراحی کنی اول باید بفهمی که بدن آدم ها یک ماشین ساده نیست که فقط ورودی داشته باشه و خروجی. بدن یک سیستم داینامیکه، یعنی دائما در حال تغییر و تنظیمه. اما یه قانون خیلی مهم داره که روش همه رژیم ها همه بر اساس این ساخته میشن. قانون طلایی انرژی که چی میگه؟ میگه اگه کالری دریافتی کمتر از کالری مصرفی باشه، اوکی، نتیجه چی میشه؟ بدن وزن اضافه میکنه. اگه کالری که تو دریافت میکنی از این کالری که میسوزونی کمتر باشه، بدن وزن اضافه میکنه. حالا اگه کالری دریافتیت از کالری مصرفیت بیشتر باشه، بدن وزن کم میکنه. حالا میخواد عضله باشه یا چربی، بستگی به شرایط داره، بستگی به تنظیم ماکروات داره. اگه کالری دریافتیت با کالری مصرفیت برابر بود، وزن ثابت میمونه و تغییری نمیکنه. حالا بریم ببینیم این کالری مصرفی از کجا میاد و اصلا چطوری حسابش میکنه. کالری دریافتی یا همون کالورین یعنی مقدار انرژی که از غذا و نوشیدنی وارد بدن تو میشه. این بخش دست توه. هر چیزی که تو رژیم می‌نویسی داره بهت کالری میده. مثلا یک عدد تخم مرغ 70 کالری بهت میده، یک عدد موز 90 کالری بهت میده، یک قاشق روغن زیتون 120 کالری بهت میده. جمع همشون میشه کالری دریافتی روزانه یا همون وعده. کالری مصرفی یا کالری اوت، اینجا داستان جالبه چون بدن ما از چند مسیر مختلف انرژی رو میسوزونه. کالری مصرفی در طول روز از 4 بخش اصلی تشکیل میشه: BMR Basal Metabolic Rate یا نرخ متابولیسم پایه. این یعنی مقدار انرژی که بدن برای زنده موندن مصرف میکنه حتی وقتی هیچ کاری تو نمی کنی. دراز کشیدی تو خونه، بدنت برای نفس کشیدن، گردش خون، تنظیم دما، ساخت سلول‌ها، فعالیت مغز و غیره و غیره انرژی نیاز داره. این انرژی یا همون BMR حدود 60 تا 70% کالری مصرفی روزانه اکثر افراد رو تشکیل میده. مثلا یه فرد معمولی با BMR حدود 1500 کالری فقط برای زنده موندن همین مقدار انرژی. یه فرد معمولی با که برای زنده موندن 1500 کالری نیاز داره برای اینکه فقط زنده بمونه تو. اوکی، خب بریم سراغ مورد بعدی که روی کالری مصرفی ما تأثیر میذاره. نیت هستش، یعنی انرژی که از فعالیت‌های روزمره غیر ورزشی مصرف می‌کنی. مثل چی؟ مثل راه رفتن داخل خونه، مثل تکون دادن پاهات، مثل شستن ظرف‌ها، مثل تایپ کردن، مثل بالا رفتن از پله، مثل حرف زدن. نیت بخش بسیار مهمی از کالری مصرفیه، مخصوصا تو افرادی که فعالیت روزانه بالایی دارن. ممکنه کسی که شغلش پرتحرکه نیت روزانه‌اش بیشتر از یه حتی ورزشکار باشه. خب
بریم سراغ مورد بعدی که روی کالری مصرفی تأثیر میذاره، ایت هستش. Exercise Activity Thermogenesis. اینجا منظور انرژی که از ورزش واقعی و برنامه ریزی شده مصرف میکنی. قبلی نان اکسرسایز بود، این یکی اکسرسایز اکتیویتیه. مثلا 45 دقیقه بدنسازی کار میکنی، 30 دقیقه میدوی، 1 ساعت دوچرخه سواری میکنی. این بخش بسته به نوع ورزش، شدت و مدتش میتونه خیلی متغیر باشه. از 200 کالری داریم حتی تا بالای 800 کالری هم تو میتونی انرژی یا کالری بسوزونی، کالری مصرف کنی. یه مورد دیگه هم روی کالری مصرفی تاثیر میذاره و اونم TEF، یعنی انرژی که بدن برای هضم و جذب غذا مصرف میکنه. جالبه بدونی حتی غذا خوردن هم خودش باعث کالری سوزی میشه. پروتئین بالاترین TEF رو داره، یعنی حدود 20 تا 30% از کالری که پروتئین بهت میده صرف خود هضمش میشه. کربوهیدرات حدود 5 الی 10% و چربی هم فقط 5% صرف هضم خودش میشه. مثلا اگه 100 کالری پروتئین بخوری، ممکنه 30 کالری از این 100 کالری صرف فقط هضم خودش بشه، انرژی که نیاز داره بدن برای هضم اون 100 کالری. خب حالا همه اینا رو که با هم جمع بزنیم میرسیم به TDEE یا Total Daily Energy Expenditure، کل کالری که بدن در طول روز مصرف میکنه. فرمول سادهش اینه TDEE یعنی BMR به علاوه نیت به علاوه ایت به علاوه TEF. TDEE همون عددی که ما باید بدونیم تا بفهمیم یه فرد برای چاق شدن، لاغر شدن یا ثابت موندن باید چقدر کالری بخوره. خب مثال براتون بزنم. فرض کن BMRت 1500 کالریه، نیتت 400 کالریه، ایتت 300 کالریه و TEFت هم 200 کالریه. خب کالری کل تو جمع بزنی میشه چقدر؟ 2400 تا. خب یعنی اگه فرد روزانه دقیقاً 2400 کالری بخوره وزنش ثابت میمونه. حالا اگه بخواد چربی سوزی کنه، به جای اینکه 2400 تا بخوره میاد 2000 تا میخوره یا 2200 تا میخوره، 200 تا 400 کالری کم میکنه. اینطوری کالری مصرفیش کمتر از کالری دریافتیش میشه. کالری دریافتیش کمتر از کالری مصرفیش میشه، اینجوری چربی میسوزونه. حالا اگه بخواد عضله بسازه چی؟ برعکسش، به جای اینکه 2400 تا کالری بخوره که اگه بخوره وزنش ثابت میمونه، به جاش میاد چند تا 100 تا اضافه میکنه، 200 تا اضافه میکنه یا 300 تا اضافه میکنه به کالری مصرفیش که بخواد وزنش افزایش پیدا کنه یا کالری دریافتیش بیشتر بشه کالری مصرفیش. یه نکته مهم برای شما میخواد رژیم بنویسین، فقط نگاه به وزن فرد یا مقدار ورزشش کافی نیست. یه نفر ممکنه BMR بالا داشته باشه ولی نیت پایینی داشته باشه. مثلا کارمندی که ورزش هم میکنه ولی کل روز پشت میزه، مثلا مثل یک کارمندی که ورزش میکنه و کل روز پشت میزه، یا اینکه یکی دیگه ورزش خاصی نکنه ولی کل روز در حال حرکت و فعالیت باشه. اوکی. پس برای طراحی رژیم دقیق باید سبک زندگی فرد رو هم بدونی، نه فقط برنامه تمرینی اون فرد رو. جمع‌بندی کنیم اینجا براتون نوشتم مفهوم، تعریفش و نقشش در مصرف کالری. همه اینا براتون نوشتم تمیز و مرتب. یه لحظه مکس کنین، خودتون یه مرور کنین، دوباره بخونین تا قشنگ توی ذهنتون تثبیت بشه. خب این هم شد از فصل اول دوره برنامه‌نویسی تغذیه. تا فصل بعدی فعلا خدا نگهدار.